این تصویر مستطیلی می‌بینی یا دایره‌ای؟ من حتی نمیتونم حدس بزنم دایره می‌بینی یا مستطیل، چون نمیدونم کجا بزرگ شدی. به این میگن فرضیه جهان نجاری شده. این تصویر اولی خطای دید خیلی ساده بود، ولی جوابی که مردم در برابرش دادن اونقدر عجیب و متنوع بود که تبدیل شد به یک زمینه برای تحقیق محققین و فرضیه‌ای به اسم جهان نجاری شده متولد شد. این آزمایش نشون میده ادراک بصری انسان‌ها تحت تاثیر محیطیه که توش رشد کردن. یعنی حتی ادراک بصری تو و روشی که مغز تو تحلیل میکنه که یک جسم رو بررسی کنه که چه شکلیه هم به محیطی که توش بزرگ شدی بستگی داره. بر اساس این فرضیه افرادی که تو جوامع شهری بزرگ شدن بیشتر ساختمان‌های مستطیلی شکل دیدن، این تصویر رو مستطیل می‌بینن و خیلی از افراد بومی و افرادی که توی روستاها زندگی می‌کنن به خاطر ادراک بصری که اون محیط بهشون داده، این شکل رو بیشتر دایره‌ای می‌بینن. ادراک ما فقط دریافت اطلاعات نیست. مغز ما دائما در حال تفسیر و حدس زدن واقعیته. از کجا؟ از محیطی که توش بزرگ شده. مثلا وقتی تو چطور انقدر مطمئن در مورد باورهات حرف میزنی وقتی میتونه تحت تاثیر محیطی باشه که توش بزرگ شدی؟